سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 21 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. تراشیدن نام کان بادام در سر 9 اسکر راست بوده است. 2 سرژانت بازداشت شد. زخمی شدن 3 تاجیک و بازداشت بیش از 10 کس در پی زنوزنی تاجیک‌ها و چچن‌ها در نوای مسکو. هلاکت 4 مهاجر تاجیک در یک صدمه مدهش در قزاقستان. بازداشت 3 مهاجر تاجیک با اتهام کشتار یک ساکن اکاترینبورگ. روز عید قربان و وقت نماز عید در تاجیکستان معین شد. و اکنون تفصیلات خبرها. صبح 21 میون سال 2023 تقریبا ساعت 9:15 دقیقه به وقت محلی در کیلومتر 631 شورای سمار شمکند در نزدیکی شهرک قبده ولایت اقتیپه در شمال قزاقستان در یک صدمه مدهش متاسفانه 4 شهروند تاجیکستان از جمله 2 نابالغ به هلاکت رسیدند. ایدوس قلجانوف سردار اداره پلیس محلی ولایت اقتیپه خبر داد که راننده ماشین تمغه خونده استاریکس شهروند تاجیکستان از عهده اداره ماشین برآمدن نتوانسته و در نتیجه ماشین چپه شده است. در نتیجه صدمه 2 مسافر از جمله یک دختر نابالغ 15 ساله در جای حادثه جان باختند و 6 نفر دیگر را با جراحت‌های گوناگون به بیمارستان مرکزی نویه قبده انتقال دادند، ولی متاسفانه باز 2 نفر از جمله یک نابالغ در بیمارستان جان دادند. ایدوس قلجانوف گفت همه قربانیان این صدمه شهروندان تاجیکستان بودند. بنا به فرضیه مقدماتی پلیس راننده ماشین را در حالت خستگی شدید میراند و به احتمال غالب همین خستگی سبب این صدمه پرقربانی شده است. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. اسم هلاک شدگان و زخمیان نشر نشده است. این هم معلوم نیست که آیا این 8 شهروند تاجیکستان به روسیه راسپور بودند و یا برعکس از روسیه به وطن برمیگشتند. به دلیل گران بودن نرخ هواپیما هر سال 1000 نفر از مهاجران تاجیک در راه سفر به روسیه و یا برای بازگشت به وطن مجبور می شوند که از راههای زمینی استفاده برند. سفر با ماشین و میکرو اتوبوس یا اتوبوس نظر به قطاره راه آهن یا هواپیما ارزان تر است، ولی خطرهای جدی را چون صدمه ها در راه به همراه دارد. دادستانی کل تاجیکستان روز 20 ایون سال 2023 در پی تحقیق عکس به صورت تحقیرآمیز تراشیدن موی سر 9 سرباز و در سر آنها نوشتن نام کان بادام خبر داد که این عکس واقعی است و این حادثه ماه ینور سال 2022 در یک کمانداتور قشون‌های مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر اسفاره رخ داده است. دادستانی کل گفت سرژانت خرد موردین اسماعیلوف برای چنین رفتار تحقیرآمیز نسبت به نواسکران و سرژانت خرد دولتوف برای عکس برداری و در اینترنت پخش کردن عکس این حالت بازداشت شدند. یادآور می‌شویم روز 15 میلیون سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی مقاله با نام در سر فرزند مردم نام نویه کان بادام را و عکس حالت به طور تحقیرآمیز تراشیدن موی سر سربازان پخش گردیده واکنش زیادی را به بار آورد. در عکس دیده میشد که سر 9 سرباز را به شکل حرف‌ها تراشیده از این حرف‌ها نام کان بادام ساختند و یک سرژانت در کنار این سربازان با فقار نشسته و از این عمل تحقیرآمیزش نسبت به سربازان طوری به نظر می رسد فخر می کند. کاربران در پی دیدن این عکس از مقامات طلب کردند که گناهکاران را پیدا کرده جزا بدهند. دادستانی کل گفت این مطلب مورد سنجش پررأی و همه طرفه قرار گرفته معین گردید که 14 ینور سال 2022 سرتراش روتای گروه مبیلی کمانداتور قسم حربی 0215 قسم سرحدی کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر اسفاره سرژانت خرد اسماعیلوف موردین نصیبایویچ عهدهدار گردیده است که طبق طلبات موی سر سربازان را کم کرده ترتیب و نمونه ظاهری آنها را به نظام درآورد. اما می افزاید دادستانی سرژانت خرد اسماعیلوف برخلاف طلبات آیین‌نامه انتظامی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خود را به 9 نفر سربازان نو دعوت شده کرامتزاده، اعظمزاده، قربانوف، گل میرزویف، رحمت الله زاده، کنجایف، رجبوف، میرزویف و غلامزاده همچون بزرگسال یاد دید و ساکن شهر کان بادام معرفی نموده با مقصد نشان دادن برتریت جسمانی خود
قاعده‌های مناسبت بین همدیگری خدمتیان حربی را دغلانه ویران کرده به نمود ظاهری سربازان قطاری نام بر شده تحقیرانه مناسبت نموده موی سرشان را مجبورا در نمود عرفا تراشیده شان و شرفشان را در نزد دیگر سربازان پس زده است. گذشته از این اسماعیلوف با مقصد به دیگران پند و شورتمند گردیدن حالت پس زدن شان و شرف و احترام سربازان را به واسطه سرژانت خرد دولتوف به تلفن موبیلی عکس برداری نموده است. دولتوف باشد عکس مذکور را بعد ادای خدمت حربی سنه 15 میلیون سال 2023 همچون واسطه تغییر خدمتیان حربی در شبکه‌های اینترنتی پهن نموده است. وابسته به حادثه مذکور 16 میلیون سال 2023 نسبت به خدمتیان حربی اسماعیلوف و دولتوف با ماده 391 قسم 1 کودش جمهوری تاجیکستان سوءاستعمال از مقام یا بیرون برآمدن از حد وکالت خدمتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به آنها جریمه و یا تا 5 سال حکم زندان تهدید میکند. یادآور میشویم در این اواخر این علاقه دومین مورد رسانه‌ای شدن بدرفتاری نسبت به نوسکران در واحدهای قشون‌های مرزبانی در اسفر است. ماه اپریل در اینترنت ویدیو نشر شد که چگونه سربازان سابقه دار در کمانداتور یکم واروخ نوسکران را تحقیر و لطوکوب و شکنجه میکنند. در چارچوب این پرونده پرسر و صدا 8 نفر محکوم به زندان نظامش پرزور شدند. از این شمار با حکم کلیگه حربی دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان از 30 ماه سال روان 2 افسر و 2 سرژانت هر کدام به 11 سال و 6 ماه زندان و 3 سرباز و 1 سرژانت خرد هر کدام به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. در پی یک زنوزنی بین زادگان چچنستان و تاجیکستان در نوای مسکو بیش از 10 نفر دستگیر شدند. این زنوزنی هنوز روز 16 ماه سال 2023 رخ داده است، ولی درباره آن تنها روز 21 ایون در پی خود را به پلیس تسلیم کردن یک زاده چچنستان تلگرام کانال بازا با نشر یک ویدیو خبر داد. بنا به اطلاع کانال بازا روز 16 ماه یک گروه زادگان چچنستان در شهرک دسنا ماشین خود را در نزد نقطه ماشینشویی منع کردند. کارمندان این نقطه که زادگان تاجیکستان بودند از چچنها خواستند که ماشین خود را در یگان جای دیگر بگذارند و پیش دکان آنها را بند نکنند. در همین زمینه بین آنها بحث برخاسته به زنوزنی پیچیده است. خود زنوزنی طوری در ویدیو دیده می شود دیر دوام نکرده است و لکه بعد 1 دقیقه همه پراکنده می شوند. ولی چچنها که در اول با تاجیک‌ها وارد جنگ تن به تن شده بودند خیلی زود دست به کورد و تفنگ بردند و در نتیجه 3 جوان تاجیک را با زخم‌های کورد و تفنگچه در بیمارستان بستری کردند. پلیس زود همان روز باعث گرم چند گمان برشونده را در یک دکان بنزین فروشی در نوای مسکو دستگیر کرد. 3 گمان برشونده دیگر یک روز بعد به دست افتادند و اخیراً یکی از آخرین اشتراکچی زنوزنی خودش به پلیس آمده است. بعض خبر داد که زاده چچنستان دگلایف که 27 سال دارد در جریان آن زنوزنی یک تاجیک را با کورد زخمی کرده بعد آن حادثه به چچنستان فرار کرده بود، ولی او اخیراً خودش را به پلیس سپرده است. به ضد دگلایف با اتهام اوباشی و قصداً رسانیدن آسیب وزن به سلامتی پرونده جنایتی گشودند. به او چند سال زندان تهدید میکند. درباره وضع سلامتی تاجیک‌های زخمی شده و شخصیت آنها در خبر کانال بازا یگان معلومات داده نشده است. موردهای افزاینده زنوزنی‌ها با اشتراک مهاجران مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. ماه اوگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها در منطقه‌های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بهرمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کند. پایگاه خبری A1 رو روز 20 ایون سال 2023 خبر داد که 3 شهروند تاجیکستان در شهر اکاترینبورگ روسیه به کشتن یک ساکن محلی در جریان زنوزنی گروهی بازداشت شدند. در این زنوزنی که صبح 2 ایون سال 2023 در ایستگاه اتوبوس ندژدینسکایا در نزدیکی سابق بازار و هال فروشگاه تاگانسک ریاد منطقه اورال رخ داد، باز یک ساکن محلی جراحت برداشته است. یک ساکن ستارای سرتیروفکا به ژورنالیست A1 رو گفته است زنوزنی با عیب یک ساکن محلی سر زد چون که او به تاجیک‌ها چسبید. صبح 2 ایون در ایستگاه ندژدینسکایا زنوزنی شد.
توجیک‌ها 2 روز را زدند. یکی از این روزها خودش به مهاجران چسبید، ولی رفیق او بیهوده شته خورد. نقل کرده است این ساکن سامانه ایکرو. بنا به اطلاع این نشریه مرد کشته شده الکساندر نام داشته 46 سال داشت. در پلیس و کمیته تفتیشات این حادثه را تا رسما شرح ندادند، ولی منبع ایکرو در مقامات حفظ حقوق با تصدیق این خبر گفته است که هر 3 مهاجر تاجیک را علاقه دستگیر کردند. بله چون این حادثه رخ داده بود و این کشتار را باعث گرم آشکار کرده همه 3 مهاجر را کارمندان شعبه پلیس رقم 10 که این آدمکشی در حدود زیر مسئولیت امین شعبه رخ داده بود علاقه دستگیر کردند. بعدا معلوم شد که بود و باش بعضی آنها در روسیه قانونی نبوده است. یکی از آنها به قبرغه‌های الکساندر ضربه زده است و او بعدا در بیمارستان جان داد. ضربه چنان سخت نبود ولی سلامتی این مرد ضعیف بوده است. خبر داده است این منبع. به این 3 مهاجر تاجیک بر اساس ماده 111 قسم 4 کودکس جنایی روسیه برای قصداً رسانیدن آسیب وزین به سلامتی که از بی احتیاطی باعث مرگ جبری دیده شده است همچون جزا تا 15 سال زندان تهدید میکند. درباره شخصیت این 3 تاجیک در اکاترینبورگ با اتهام آدمکشی دستگیر شده یگان اطلاع در دست نیست. رئیس شهر بوستون یا سابق چکالوفسکی ولایت سوخت مفسومه مومینی از حوزه حدود یک مانداتی انتخابات خوجند رقم 13 همچون نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان این کشور پیش بری شده است. انتخابات میان دوری در همین حوزه روز 16 ایون سال 2023 دایر می شود. کرسی وکیل از حوزه رقم 13 بعد معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شدن و از حق وکیلی محروم شدن وکیل قبلی از این حوزه گلبهار نظیری خالی شد. نظیری که رشته زبان و ادبیات روسی و اقتصاد دانشگاه دولتی خوجند را ختم کرده است، از سال 2020 وکیل پارلمان و از آن قبل دکان یکی از رشته‌های دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست بود. شهردار خوجند در سامانه رسمیش خبر داد که نامزدی مفسومه مومینی از جانب حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان در انجمن غیر نوبتی سازمان شهری این حزب پیشبری گردیده است. پیشبری از جانب حزب حاکم و تبلیغ نامزد موینی در سامانه رسمی شهرداری خوجند به معنی است که او به احتمال غالب برنده انتخابات روز 16 ایون اعلان و وکیل پارلمان انتخاب خواهد شد. قرار معلوم از 63 کرسی مجلس نمایندگان بیش از 50 کرسیش در دست نماینده های حزب حاکم و چند کرسی باقی ماندهش در دست وکیلان و چند حزب دیگر نیز طرفدار حکومت قرار داشته. یگان حزب مخالف در پارلمان تاجیکستان یگان نماینده ندارد. مفسومه موینی از کادرهای جوان و آینده‌دار حکومت کنونی به شما رفته با وجود سن جوانش علاقه تجربه کار در چندین منصب بلند را دارد. مفسومه موینی سالهای 2014-2018 معاون یکم رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان نیز بود. او سال 2019 در موضوع اشتراک جوانان در دگرگونسازی اجتماعی اقتصادی در سالهای استقلالیت در جمهوری تاجیکستان رساله نامزدیش را حمایت کرده عنوان نامزد علم‌های تاریخ را به دست آورده است. مفسومه موینی سال 2015 سزاوار مدال خدمت شایسته شده. از سال 2010 عضو حزب حاکم خلقی دموکراتی است. عائله‌دار، صاحب 2 فرزند می باشد. شورای علمای مرکز اسلامی یا سابق مفتیات جمهوری تاجیکستان روز 21 ایون سال 2023 در جلسه نوبتیش روز تجلیل عید قربان و ساعت برگزاری نماز عید را معین کرد. بنا به اطلاع مجله دین و جامعه نشریه رسمی کمیته دین تاجیکستان در جلسه مذکور که با اشتراک رئیس شورای علما سید مکرم عبدالقادرزاده و اعضای شورای علما برگزار کردید، اساساً مسئله معین نمودن روز برگزاری عید قربان و وقت نماز عید مطرح شد. همین طور شورای علما قرار قبول نمود که طبق حساب‌های علمی عید قربان روز چهارشنبه آینده 28 میون سال 2023 تجلیل می شود. نماز عید در مسجدهای کشور صبح 28 میون ساعت 6:00 دقیقه برگزار می گردد. این چنین طبق قرار شورای علما امام خطیبان وظیفه‌دار گردیدند که در موعظه‌های خود توجه مردم را به مسئله دستگیری یتیمان و بی‌پرستاران، صرفه و سرشتکاری و پیشگیری از اسرافگیری، این چنین نظارت کودکان و نورسان اثنای عیدگردک جلب نمایند. گفته می شود در گزارش نشر کرده مجله دین و جامعه عید قربان در برابر عید رمضان
یکی از دوید مهمترین مسلمانان به شمار رفته، هر دوی در تاجیکستان رسما به تقویم عیدهای رسمی شامل گردیده روز استراحت اعلام شدند. ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، نابالغ 17 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت افباشی دستگیر کرده شد. نامبرده 19 میلیون سال 2023 تخمینا ساعت 12:12 در نویه سینو نزد میدانچه ورزشی ازیسیات افباشی با جوان 19 و 23 ساله ساکنان پایتخت مناقشه نموده با کارد در دستش بوده به بدن آنها ضربه زده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه هر دوی آنها جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی حادثه های مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه سینو با عریضه مرد 38 ساله ساکن شهر ایسار مراجعت نموده است که ماه اکتبر سال 2022 مرد 44 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او $83,000 امریکایی برای ساختمان گرفته وعده داده است که در مدت نزدیک برمیگرداند، اما به وعدهش نایستاده مبلغ را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور عریضه مرد 45 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که آخرای سال 2016 مرد 60 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او $15,000 امریکایی و 5,000 سومانی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه برمیگرداند، اما به وعدهش نایستاده فریب کرده گشته است. همین طریق در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده سال 2016 هنگام در دولت لهستان تحصیل کردنش با مرد 32 ساله ساکن پایتخت شناسایی پیدا نموده با روی فریب به باوریش در آمده است و مرد 32 ساله در دوام سالهای 2018-2019 در یک چند مرحله توسط زن 54 ساله ساکن شهر دوشنبه به او مبلغ $140,000 امریکایی برای خریداری کردن واسطه‌های نقلیات گوناگون ارسال می‌کند. گمان برشونده از این فرصت استفاده برده مبلغ‌های پولی را به منفعت شخصیش صرف نموده به پرسش و طلبات‌های چندین مراتبه جبر دیده تنها یک عدد автомاشین تمغه لکسوس را با ارزش $13,000 امریکایی ارسال کرده و $45,000 امریکایی را داده باقی مانده مبلغ‌های پولی را برنگردانیده است. ضرر رسم نشده $82,700 امریکایی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.